مهتاب روی برگ‌های سبز چای رقصی نقره‌ای داشت. صدای جیرجیرک‌ها و خشخش برگ بیدهای کنار رودخونه خبر از اومدن شب میداد. در کلبه‌ای کوچیک توی دل جنگل‌های مه گرفته گیلان، لیلا برای اولین بار درد زایمان رو تجربه میکرد. مادر بزرگ با دستانی لرزان اما قلبی پر از تجربه قرآن کوچکی را در دست داشت و آیه‌هایی را زیر لب زمزمه میکرد. مادر بزرگ میدونست که شب زایمان شب حساسیه، چون شبیه که ممکنه آل سر برسه. مادر بزرگ با نگاهی لرزان رو به لیلا کرد و گفت: دخترم، از پنجره دور بمون، به تختت آهن ببند، آل از قرآن و آهن میترسه. لیلا در حالی که از درد به خودش میپیچید با گوشه چادر مادر بزرگ عرق پیشونیشو خشک میکرد. ناگهان صدای خشخشی از پشت پنجره کلبه شنیده شد. دید سایه‌ای بلند بالا و لاغر با موهای درهم و سیاه به پنجره نزدیک میشه. با نگاهی ترسان رو به مادر بزرگ کرد. مادر بزرگ با هر دو دست قرآن رو در دست گرفت و رو به پنجره با صدای بلند گفت: بسم الله الرحمن الرحیم. سایه لحظه‌ای مکث کرد و کم کم در دل تاریکی جنگل ناپدید شد. دقایقی بعد صدای کودک در کلبه پیچید. آل را زنی بلند بالا با موهای بلند و در هم پیچیده می دانند که تا پشت پا موهایش آویزان است، فاقد بینی و دارای سینه های بلند است و غالباً به صورت زن همسایه وارد خانه می شود. پس حواستون به زن همسایه باشه. و از قرآن و هر شیء فلزی می ترسد. آل که آن را دشمن زن زائو می دانند، در میان گیلکان، خصوصا آنهایی که کهنسال‌ترند، بسیار رایج است. آل موجودی است خیالی و وحشی که در تنهایی به خصوص در هنگام شب انسان را تهدید می کند. به عقیده مردم اشکور در شبهای اول زایمان اگر زن تنها باشد از وجود وی در امان نیست. افسانه آل در فرهنگ مردم ایران، قفقاز، آسیای میانه و جنوب روسیه رواج داره. مردم ایران و قفقاز از لحاظ فرهنگی و نژادی تا حد زیادی به هم شبیهن و همین افسانه آل هم دلیلی هست بر تشابه فرهنگی. آل در فرهنگ‌ها و جاهای مختلف، کشورهای مختلف اسامی مختلفی داره. حالا شما بگید آیا توی منطقه شما آل وجود داره یا داستانی مشابه این وجود داره؟ اگر که وجود داره هست برای ما این پایین کامنت کنید. اطلاعات بیشتر رو اگه بخواید در مورد آل داشته باشید به راحتی از طریق هوش مصنوعی میتونید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید. من پریسا خضری هستم. صدا و تصویر من رو از کتابخانه پژواک و گروه فرهنگی اقلیم عشق میشنوید.